در انفجار امروز در شهر کابل به شمول فکوری بهشتی عضو ولسی جرگه 4 تن دیگر زخم برداشته‌اند. این انفجار حوالی ساعت 9 بجه امروز در مربوطات حوزه ششم امنیتی در ساحه قلعه ناظر رخ داد. عبدالرحمن رحیمی قماندان امنیه کابل به رادیو آزادی گفت این حادثه زمان رخ داد که مواد انفجاری جابجا شده در زیر پلچک هنگام عبور موتر بهشتی انفجار کرد. نن سهار په 9 بجو باندې قلعه ناظر په سیمه کې کله چې وکیل صاحب فکوری بهشتی په موټر کې د فرونر سر موټر د پلچک لاندې مواد جای په جای شوی او انفجار کړای ده. تاسو ثنا بهشتی صاحب د زوی او ډریور یو څه جراحت اخیسته. شاهدان عینی در ساحه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که صدای انفجار خیلی قوی بود. همینجا شته بودیم چای میخوردیم وقت کار ما بود که یک انفجار آمد، صدایش شنیدیم. یک وقت سعی کردیم که همینجا دود شده، گرد و خاک است، گرد و خاک تمام شد. اما یک موتر همینجا بود دیگه، یک موتروانش مثل زخمی شد یا کشته شد، متوجه صحیح نشدم. می کراچی بدرگل از 13 سرایال بدرگل فامیل ماست که نمی دام روزی می نمی بود. اینجا من کار مسلمانا که یا خود مسلمان میگیرن. تا حال کسی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. این در حالی است که هفته گذشته در حمله افراد مسلح و انتحاری بالای خانه میرولی یک عضو دیگر ولسی جرگه 8 تن کشته و 7 تن دیگر زخم برداشتند. حادثه دقیقاً در ساحه حوزه ششم در همین جا رخ داده بود. هرچند این حادثه تلفات زیادی در پی نداشت، اما مردم را به هراس آورده بود و حالا بعد از 1 ساعت تأخیر مردم دوباره به حالت عادی خود برگشته و قسمی که شما در ویدیو می‌بینید ترافیک هم به حالت نرمال خود جریان دارد. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.